در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در ناحیه عینی به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد به استفاده دادن 499 انشاءات به نقشه گرفته شده است. طبق اطلاع مسئولان در سالهای 2019-2020 414 انشاءات بنیاد گردیده است. سال جاری باشد 85 انشاءات بنیاد خواهد شد و این زمان کارهای سازندگی با مرام ادامه دارد. ضمن بازدید از جریان کارهای ساختمانی مکتب اینترنت و نوسازی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 که در دهه انزاب جماعت دهاتی انزاب واقع است، رئیس ولایت سوق رجب‌بای احمدزاده با تکیه به دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امومالی رحمان مهم معنی داد کرد. طور اطلاع شد بینای مکتب اینترنت از 3 آشانه و تهخانه عبارت بوده، در آن برای 220 نفر تربیت کنندگان شرایط مساعد تعلیم و تربیت فراهم خواهد شد. در اینجا در برابر صنفخانه‌های تعلیمی همزمان سیخ دوزندگی با مجهزگردانی 20 دستگاه دوزندگی، سیخ دوریدگری، صنفخانه‌های کامپیوتری و غیره تشکیل کرده می شود. این زمان برای اجرای کارهای ساختمانی متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود حماد که اکثرا ساکنان محلی می باشند به کار مشغول هستند. ما اولا مینادار خود را به اساس گزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان میرسانم که چنین شرایط‌های فراهم را در بین کوهستان با ما مهیا کردند که در اینجا صنفخانه‌های برهوا شده ایستاده است، در اینجا سیخ‌های دوزندگی می شود، در اینجا صنفخانه کامپیوتری می شود، در اینجا سیخ‌های دوریدگری می شود که بسیار هم برای رشد دهات، برای نسل آینده بسیار هم یک تکان جدی می‌بخشد. من مؤسسه بنیاد گشته است در ایام 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان استفاده داده می شود که همه از قریب زیاده از 20 نفر صاحب جای کاری می‌کنند. رئیس ولایت سوق رجب‌بای احمدزاده پس از شناسایی از جریان کارهای ساختمانی اثنای صحبت با ساکنان و ساختمانچیان تاکید کرد که باید کارهای ساختمانی سریع وقت و با صفت بلند به انجام رسانده شوند. در برابر این بینای مؤسسه تعلیمی رقم 22 که به تعمیر نیاز دارد پورا نفسازی و به طلبات زمانی معاصر مطابق گردانده می شود. حالا در این مؤسسه تعلیمی 292 نفر خوانندگان تحصیل نموده ایستادند که برای آنها 26 نفر آموزگاران درس میگویند. در اینجا مکتب اینترنت برگزار می شود با تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان. امروز این عمارت با یک طرح زیبا آماده فروخته است برای مکتبچیان وادی یغماب. میناداری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که در یک دیار کوچکی دوردست همین خیلی یک بینای زیبا با حشمت ساخته به استفاده شده است. همزمان برای تربیت کنندگان مکتب اینترنت و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 تالار ورزشی زمانوی نیز بنیاد گردیده ایستاده است که آن برای ترغیب طرز حیاتی سالم و به ورزش جلب نمودن نورسان و جوانان مساعدت می‌نماید. رئیس ولایت سوق رجب‌بای احمدزاده بیان داشت که باید همه انشاءات موجوده با سیستم یگانه گرمایندگی تامین کرده شده و مسئله انجام کارهای مفرش‌کنی و آبادی اطراف مؤسسه‌ها اعتباری ضروری روانه گردد. ساکنان و آموزگاران برای چنین توجه و غمخواری و دستگیری‌های پیوسته به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان عرض سپاس نموده تاکید کردند که در جواب به چنین غمخوری‌ها بهر پیشرفت وطن از زمان سهم ارزنده می‌گذارند. اثنای صحبت با ساکنان رئیس ولایت سوق رجب‌بای احمدزاده تاکید کرد که باید ساکنان به تازه و آباد نمودن کوچه‌ها، منزل‌های استقامتی و عموما مکان زیست خود مسئولیت احساس نمایند. جناب عالی محترم امومالی رحمان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی گفته اعلام کردند. من طی چند سال است که من دهه ما با یک چند انشاءات‌های کلان مهم شده ایستاده است. مثلا از خودی مردم سر کرده خانه‌هاشون آباد کرده، مثلا باز از جانب یک چند صاحبکاران ورزشگاه ساخته به استفاده داده شد که مثلا این هم یک پیشروی برای دهاتی انزامی باشد. سطح و صفت زندگی مردم روز تا روز بلند شده ایستاده است. واقعا امروز ساکنان با درک مسئولیت بلند و کارهای آبادانی کمری همت بستند. مورد به ذکر است که جماعت دهاتی انزاب از 8 دهه غبیرود، تکوان، ریمان، پیشانزه، رباط، مرزیچ، انزاب، مرغیب اینچنین دهه‌های خرد وادی یغناب عبارت بوده دارای 9485 نفر اهالی می باشد. دهه‌ها پسی هم بین قطارگوها در یک مکان زیبا و دلفریب جای گیرند. همه ساله به این منطقه شماره زیادی سیاحان داخل و خارجی مملکت تشریف آورده از منظره‌های زیبا و آب‌های صاف و مصفا بهره مند می‌گردند. واقعا هم آباد نمودن خانه
کوچه، محله و دهه برای باز هم جلب سیاحان به این منطقه مساعدت می‌نماید. شکرگزار از استقلالیت، شکرگزار از دستگیری های جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میکنم که در همین دهه دوردستی ما چنین بنای زمانوی را بنیاد نمودند و ما زنان دهات میتوانیم کار و فعالیت کنیم و این چنین زنان بیکار مانده که در خانه‌نشین هستند بسیاریشان از کار تامین میشوند. در سالهای رشد دهات و سیاحی و هنرهای مردمی بخصوص برای زنان دهات این بسیار یک پیشروی های نغز است. در ناحیه عینی به مسئله بنیاد باغ‌های زمانوی نیز اعتبار خاصه ظاهر کرده شده است. سال جاری طبق نقشه در دهه سنگستان ناحیه عینی بنیاد باغ سوپر اینتنسیوی به نقشه گرفته شده است. اسنای شناسایی رئیس ولایت سوگ رجب‌بای احمدزاده تاکید کرد که باید در باغ بنیاد شونده پیش از همه درختان مطابق به محل و حاصل دهنده از جمله سیب شنانده شود. مورد به ذکر است که اقلیم ناحیه عینی برای بنیاد باغ‌های زمانوی خیلی مطابق میباشد. از این رو رئیس ولایت با نظرداشت ثمرناک و عاقلانه استفاده نمودن زمین‌ها دستور داد تا پیش از همه به مسئله بنیاد باغ‌ها در تل و تپه‌ها توجه خاصه ظاهر کرده شده و مسئله آبادی شفاف راه‌ها و شناندن درختان آرایشی دقت خاصه دهند. ضمن صحبت ساکنان ابراز داشتند که همساله از زمین‌های کشاورزی و میدان باغات حاصل خوب به دست آورده می شود و از این حساب برای به مشکلی سپری نمودن دوره زمستان ذخیره می گردد. همین محصولات خودم ما با بازارا برابر فروختیم کم کم ذخیره ما تا مایا سالاد همه چیز قاق کرده و ذخیره کرده گرفتیم. خدا شکر زندگی نقص همه تیج مردم همه از همین برنامه‌های تشکیل شده از همین گفتارهای جناب عالی همه خرسندند. ما کارتوش ذخیره کردیم، پیاز ذخیره کردیم، تمام محصولات‌های همین و بانک کردیم قریب 100 بانک باز و تمام میوه خشک کرده گرفتیم، پمیدور و لوبیاگی همه را خشک کرده گرفتیم تا فصل آینده ما به همش میرسه. در ناحیه عینی تأسیس فرمای چارواداری با مرام ادامه دارد. طور اطلاع داده شد مکان فرم بنیاد شونده دارای زمینی وسیع می باشد. از این رو با نظرداشت ثمرناک استفاده نمودن زمین ها در همین موضع در مساحت 1 هکتار باغ سوپر اینتنسیوی تشکیل کرده می شود. ذکر کرده شد که فرمای چارواداری برای 200 سر چاروای کلان شاخدار بنیاد گردیده شده است که محصولات استحصال شده می تواند در برابر تامین طلبات ساکنان ناحیه همزمان در بازارهای پایتخت کشور و مرکز ولایت به فروش برآورده شود. از این رو رئیس ولایت دستور داد که در همین موضع کارخانه کارکرد شیر نیز بنیاد گردد که اون خیلی موافق می باشد. اینچنین دستور داده شد که باید به مسئله آبادی و چراغانکنی اطراف فرم کار برای جانو کرده شود. بنیاد کارخانه دوزندگی در شرایط کوهستان ناحیه عینی برای با جای کار تامین نمودن زنان و دختران زمینه واقع میگذارد. در این سمت با تکیه به دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در برابر دیگر انشاءات جشنی در مرکز ناحیه عینی بنیاد سیخ دوزندگی ادامه دارد. رئیس ولایت سوگ رجب‌بای احمدزاده از این انشاءات نیز شناس گردیده تاکید کرد که باید کارهای ساختمانی و مجهز نمودن کارخانه دوزندگی سری وقت به انجام رسانده شود. بنیاد کارخانه و کارگاه‌های دوزندگی و استحصالی پیش از همه برای تامین ساکنان با جای کار و بهتر نمودن سطح اقتصادی و اجتماعی اهالی نقشی بارز می‌گذارد. در ناحیه عینی بنیاد میدان پرچم دولتی و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. میدان پرچم و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه بنیاد گردیده شده است. طور اطلاع داده شد نشان دولتی در پایه بلندیش 22 متر بنیاد کرده می شود. پرچم دولتی باشد با بلندی 50 متر بنیاد می گردد. رئیس ولایت سوگ رجب‌بای احمدزاده ضمن شناسایی از جریان کارهای سازندگی دستور داد که اطراف میدان نشان و پرچم دولتی سفالک پوش، چراغان و گلزار کرده شود تا ساکنان استراحت و فراغت نمایند. مورد استفاده قرار گرفتن میدان پرچم و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان در این ناحیه دوردست مملکت باعث روح‌بلندی و افتخار و صداقت ساکنان به وطن مادر خواهد گردید. پس از مورد استفاده قرار گرفتن میدان پرچم و نشان دولتی این موضع مکانی برگزاری چهاربینی‌های گوناگون فرهنگی خواهد شد. سیمای ناحیه سال به سال زیبا شده ایستاده است. مردم با جایهای کار تامین شده ایستادند. 30 سالگی استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان با ما مردم تاجیک یک نعمتی بی‌بها میباشد، زیرا با زحمت و تلاش های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت ما امروزها در زیر آسمان صاف و بی‌غبار زندگی آسایشته داریم.
бояд тазаккур дод ки ноҳии айнӣ дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо азм дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон